میخواین کلمپ ببندین، باید یه دونه پیچ 4 سانتی رو با یه دونه واشر فنری با یه دونه واشر تخت، بعد با یه دونه یه طرفه که از این ور بندازین، از اینجا که بندازین داخلش یه دونه تیکه آهن داره، داخلش رزوه داره برای پلاستیک، این میذارین سرش رو ببندین. حالا من با یه دسته نمیشه ببندم، سخته. اینه که ببندین این به این صورت میفته اگر بسته شد. خب نگاه کنین، موقعی که میخواین داخل دستگاه که بذارین اینو خم میکنی، میره وسط پنلا اینجوری میچرخونی، گیر میکنه این دو طرفش اینور اینجا یه نشیار داره، این پنل رو نگه میداره، این شیارش اینوریش هم اینور پنل رو نگه میداره. این برای یه طرف هست، یعنی پنلی که کارت تمام میشه بخواین تکون نخوره اینو میبندین. بعد میره روی استرینگ بعدی،